نیمه شب آرام فرودگاه کوالالامپور، جایی که پرواز MH370 آخرین بار روی زمین دیده شد. همین اون پروازیه که همه چیز ازش شروع شد. هواپیما آماده حرکت بود. مسافران سوار می شدند و همه چیز کاملا عادی به نظر می رسید. هیچ کس نمی‌دانست این پرواز قرار است به یکی از بزرگترین معماهای تاریخ تبدیل شود. از همین نقطه داستانی شروع شد که هنوز هم پاسخ روشنی ندارد. خلبان‌ها آخرین چک‌ها را انجام می‌دادند. همه چیز آرام و معمولی بود. درست قبل از ناپدید شدن. MH370 از باند بلند شد و وارد آسمان شب شد. در برج کنترل همه چیز طبق برنامه پیش می‌رفت، بدون هیچ نشانه‌ای از اتفاقی غیرعادی. هواپیما از باند جدا شد و مسیرش را آغاز کرد. همه چیز کاملا طبیعی به نظر می‌رسید. MH370 در مسیر تعیین شده حرکت می‌کرد. سیگنال رادار کاملا پایدار بود و هیچ چیز غیرعادی دیده نمی‌شد. هواپیما طبق برنامه پیش می‌رفت. سیگنال رادار ثابت و قابل اعتماد بود. در ساعت 1:19 بامداد، آخرین تماس رادیویی از MH370 ثبت شد. جمله‌ای کوتاه، آرام و کاملا معمولی. Good night, Malaysian 370. هیچ کس نمی‌دانست این آخرین صدایی است که از این پرواز شنیده می‌شود. آخرین تماس رادیویی MH370 تنها چند ثانیه طول کشید. جمله‌ای ساده و کاملا عادی. اما همین جمله آخرین نشانه زنده بودن پرواز بود. بعد از آن سکوتی طولانی آغاز شد. چند دقیقه بعد از آخرین تماس، اتفاقی افتاد که هیچ کس انتظارش را نداشت. سیگنال MH370 از رادار اولیه ناپدید شد. بدون هشدار، بدون پیام اضطراری و بدون هیچ توضیحی. در برج کنترل این لحظه آغاز سردرگمی بود. سیگنال MH370 ناگهان از رادار اولیه محو شد. هیچ پیام اضطراری ارسال نشد و هیچ نشانه‌ای از مشکل چند دقیقه بعد از قطع سیگنال، کنترلرها دیدند MH370 از همه صفحه‌ها محو شده. اول فکر کردند خطاست، اما هر ثانیه نگرانی بیشتر می‌شد. هیچ هواپیمایی نباید اینطور ناپدید شود. خیلی زود مشخص شد این یک خطای ساده نیست. نه سیگنالی برگشت و نه پاسخی از خلبان. نگرانی واقعی از همین لحظه شروع شد. کنترلرها دوباره تلاش کردند تماس بگیرند. فرکانس‌ها عوض شد. کانال‌های پشتیبان فعال شد، اما هیچ پاسخی نبود. سکوتی طولانی و غیرعادی جای صدای خلبان را گرفته بود. هیچ پاسخی از MH370 شنیده نشد. نه صدا، نه سیگنال. این سکوت اولین هشدار جدی بود. بعد از چند تلاش ناموفق، کوالالامپور با مراکز دیگر تماس گرفت. هیچ کس چیزی ندیده بود. هیچ راداری نشانی از هواپیما نداشت. نتیجه روشن بود. هواپیما واقعاً ناپدید شده بود. هیچ مرکز کنترلی سیگنالی از MH370 نداشت. این لحظه تایید کرد که هواپیما از آسمان محو شده است. با ناپدید شدن سیگنال، تیم‌ها مسیرهای احتمالی را بررسی کردند. نقشه‌ها باز شد و همه گزینه‌ها علامت‌گذاری شد. اما هیچ کدام توضیحی برای این ناپدید شدن نداشت. هیچ کدام از مسیرها با داده‌ها همخوانی نداشت. سردرگمی بیشتر و بیشتر می‌شد. چند ساعت بعد، اولین هواپیماهای جستجو آماده پرواز شدند. تجهیزات بارگیری شد و مأموریت آغاز شد. اما هنوز کسی نمی‌دانست دنبال چه باید بگردند. هواپیماهای جستجو به آسمان رفتند، اما مسیر مشخصی وجود نداشت. هر دقیقه اهمیت داشت. با گسترش عملیات، تیم‌ها وارد آب‌های جنوب چین شدند. کشتی‌ها و بالگردها منطقه وسیعی را پوشش دادند، اما هیچ نشانه‌ای از MH370 دیده نمی‌شد. منطقه بزرگی جستجو شد، اما هیچ اثری پیدا نشد. این مرحله معما را بزرگتر کرد. ناپدید شدن هواپیمای MH370.
قسمت سوم. با نبود هیچ نشانه‌ای، محدوده جستجو بسیار بزرگ شد و تیم‌ها مجبور شدند منطقه‌ای دورتر از مسیر اصلی را بررسی کنند. گسترش جستجو باعث شد یافتن هر سرنخی سخت‌تر شود و عملیات پیچیده‌تر گردد. چند ساعت بعد از ناپدید شدن MH370، داده‌های ماهواره‌ای نشان داد هواپیما پس از قطع ارتباط هنوز برای ساعت‌ها فعال بوده است. این داده‌های ماهواره‌ای مسیر جدیدی را آشکار کرد. حرکت هواپیما به سمت جنوب اقیانوس هند. رادارهای نظامی نشان دادند هواپیما پس از ناپدید شدن از رادار غیر نظامی، ناگهان مسیرش را تغییر داده و به سمت غرب برگشته است. این تغییر مسیر ناگهانی بسیاری از فرضیات اولیه را زیر سوال برد و پرونده را پیچیده تر کرد. با ترکیب داده‌های ماهواره‌ای، میزان سوخت و زمان پرواز، مسیر جنوبی تنها مسیر منطقی باقی ماند. این نتیجه نشان می‌داد هواپیما ساعت‌ها پس از ناپدید شدن به سمت جنوب اقیانوس هند پرواز کرده است. محاسبات سوخت نشان داد هواپیما فقط تا نقطه‌ای مشخص در اقیانوس هند می‌توانسته پرواز کند و احتمالاً همانجا پایان یافته است. این تحلیل سوخت محل احتمالی پریور رس را مشخص‌تر کرد و مسیر تحقیقات را تغییر داد. با مشخص شدن مسیر جنوبی، عملیات جستجو وارد مرحله جدید شد و تیم‌ها با سونار و زیردریایی‌های کنترل از راه دور یکی از عمیق‌ترین نقاط اقیانوس هند جستجو وارد اعماق اقیانوس هند شد، جایی که فشار، تاریکی و عمق زیاد کار را بسیار دشوار می‌کرد و تیم‌ها با سونار و زیردریایی‌های تخصصی منطقه را بررسی کردند. کارشناسان با توجه به داده‌ها، سناریوهای مختلف پایان پرواز را شبیه سازی کردند، از برخورد آرام تا برخورد شدید با آب. این شبیه سازی ها برای تعیین نوع برخورد و مشخص کردن محل احتمالی سقوط و مسیر حرکت قطعات ضروری بود. سالها بعد، اولین قطعه واقعی MH370 در سواحل جزیره رئونیون پیدا شد. بخشی از بال که شماره سریال آن تایید شد. این قطعه اولین مدرک واقعی پس از سالها جستجو بود و نشان داد بقایای هواپیما به اقیانوس هند رسیدند. پس از سالها جستجو در یکی از سخت‌ترین مناطق جهان، تیم‌های بین‌المللی اعلام کردند عملیات گسترده به پایان رسیده است. هزاران کیلومتر مربع بررسی شد، اما هیچ نشانه قطعی از محل سقوط پیدا نشد و جستجو بدون نتیجه نهایی پایان یافت. با وجود تلاش‌های گسترده، محل دقیق سقوط MH370 همچنان ناشناخته باقی ماند. سرنوشت MH370 هنوز نامشخص است و این پرونده یکی از بزرگترین معماهای تاریخ هوانوردی باقی مانده است. لطفاً برای حمایت از ما کلیپ نووا را سابسکرایب و لایک کنید و منتظر داستان‌های واقعی بعدی باشید.